و مارکتینگ. بی مقدمه بگم در خدمت جناب آقای باغبانیان مدیر عامل محترم فروشگاه اینترنتی 5040 هستیم و خوش آمد عرض می‌کنم خدمت شما. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکارانتون و بیننده‌های محترم برنامه‌تون در خدمت شما هست. خب فروشگاه اینترنتی 5040 رو من تو یه خط معرفی کردم. علتش این بود که شما دفعات پیش هم تشریف آوردین، بیننده‌های ما کاملا آشنا هستند. اغلب اونایی که بیننده برنامه سیمای خانواده هستند با محصولات شما. امروز قرار چه محصولی رو معرفی کنید آقای باغبانی؟ ببینید ما فروشگاه 5040 محصولاتی رو که انتخاب میکنه برای عرضه به مشتریاش، محصولاتی که خود مشتریان انتخاب میکنن. ما تو صفحه اصلی وبسایتمون یه گزینه‌ای داریم تحت عنوان گزینه چی می‌خوای که اگه روی اون قسمت کلیک بکنن هر محصولی که نیاز داشته باشن میتونن درخواست بدن به فروشگاه 5040. تیم تحقیق و توسعه فروشگاه 5040 اقدام به بررسی بازار میکنه، جستجو میکنه و بهترین محصولی که توی اون زمینه بتونه نیازهای مشتریامون رو برآورده بکنه به مشتری‌ها معرفی میکنه. محصولی که درخواست زیاد داشته، محصولی که درخواست زیاد داشته، ما بیشترین درخواست کنندمون یه محصول واسه کاهش وزن بود که ما چای سبز تیما رو معرفی کردیم که خوشبختانه اکثر نتیجه گرفتن و کاهش وزن رو هم داشتن. در ادامه کار خیلی درخواستی برای محصولی که بتونه جلوگیری بکنه از ریزش مو و یا بازگشت موهای که ریخته شده رو دوباره رویش مجدد داشته باشن خیلی درخواست کننده زیاد بود، ولی محصول خیلی سختی بود. ما نزدیک 4 ماهه که داریم بررسی میکنیم، سرچ میکنیم تا بالاخره تونستیم یه محصولی که هم از لحاظ قیمت هم از لحاظ کیفیت مطمئن باشه. از بین 14 محصولی که داشتیم روش سرچ می‌کردیم که 8 موردش خارجی بود و 6 موردش ایرانی، که تا اینکه روزهای آخر یه آقای به ما مراجعه کردن تحت عنوان مخترع یه فرمولاسیونی که میتونه واقعا بازگشت داده بشه اون بیماری تاسی رو برطرف یعنی بکنه. یعنی ابتکار خودتونه. بله دقیقاً. خوش بال آقایون. خب بله. البته برای خانم‌ها چون خیلی ریزش مو دارن، معمولا خانم‌ها هر روز صبح از خواب بیدار میشن تعداد موهایی که روی بالشون هست رو میشمارن، یه حس نگران کننده‌ای هست. این محصول دقیقاً برطرف کننده ریزش مو، به اضافه اینکه کسایی که موهاشون ریخته شده تو قسمتایی که موهاشون ریخته شده میتونن با استفاده از این محصول رویش مجدد مو داشته باشن. تقویت کننده هم هست. تقویت کننده و پرپشت کننده هم هستش. و جالب اینه که ثبت اختراع به نام همین مخترع عزیزمون اتفاق افتاده و آمادگی صادرات این محصول ما به کل دنیا داریم، چون این محصول فرمولش انحصاراً توی ایران تولید شده و خیلی کشورهای دیگه هم میتونیم با هم دیگه همکاری برای بحث صادراتش داشته باشیم یا تو شهرهای مختلف آماده گرفتن نمایندگی هستیم. حالا جلوتر راجع به محصولمون بیشتر توضیح میدم. خب آقای باغبانیان، خیلی راجع به محصولات مشابه من به هر حال شنیدم دیگه، جای مختلف تبلیغات مختلفی از مردم هم زیاد شنیدن. چطور باید مطمئن بشن که محصول شما کاربردیه و در حقیقت مثمر ثمره؟ بله. ببینید بحث اول اینه که ما بالای 300,000 تا مشتری تا فعلا از ما یک بار خرید کردن. خدا رو شکر ما سعی کردیم همیشه اعتمادی که مشتریامون به ما داشتن رو به خوبی جواب بدیم. علاوه بر گارانتی مرجوعی که روی محصول هست، یعنی تمام محصولاتی که تو فروشگاه 5040 هست داره گارانتی مرجوع، یعنی شما استفاده بکنید راضی نباشید خالی بستر اگه به قسمت چه مدتی پشت نامحدود هستش، اصلا محدودیتی نذاشتیم. بله هیچ شرطی هم نیست، هیچ سوالی هم پرسیده نمیشه، فقط کافیه اون بسته خالی رو بیارن تو قسمت پشتیبانی میگن که ما راضی نبودیم، مبلغ رو پس میگیرن. امتحان هم کردن بعضیا حتی برای تست که ببینن آیا واقعا اتفاق میفته. یعنی که خیلی اطمینان داریم به محصول. ما به محصول خودمون اطمینان داریم، چون سخت تصگیریامون رو قبل از اینکه اون محصول بیاد روی سایت چند ماه انجام دادیم. روی 20 نفر 25 نفر تست میکنیم ببینیم آیا واقعا این محصول همون چیزی که تولید کننده میگه هست یا نیست. علاوه بر اون حتما محصولایی که روی سایتمون هست، من جمله همین محصول ریزش مو داره به مجوز وزارت بهداشت از سازمان غذادارو و آرم استاندارد ایران رو داره و اینکه این محصول به صورت نامحدود اگه کسی استفاده بکنه، هیچ تایمی، هیچ زمانی، هیچ شرایطی نیست، فقط بسته خالیشو برای ما بیاره و بگه من اون نتیجه‌ای که باید میگرفتم نگرفتم، میتونه این مبلغ رو پس بگیره. ولی با این اختیار رو گذاشتیم روی سایت، امکان رو گذاشتیم به خاطر اینکه خیال مشتریمون راحت‌تر باشه که موقع انتخاب بدونن تمام صحبتایی که شده، تمام وعده‌هایی که تولید کننده یا فروشگاه 5040 داده قطعی هستش و خیال راحت بتونن محصولشون رو استفاده بکنن. خب این محصول چطوری میشه تهیه کرد؟ راهی تهیه این محصول من فقط یه مورد دسته‌بندی بکنم. بله. این محصول برای 3 تا استفاده هستش. بحث اول بحث جلوگیری از ریزش موه که
تو اکثر افراد این کاربردها شده. بله کاربردهاش هستش. بحث دوم پرپشت کننده هست و بحث سوم بازگشت موهای از بین رفته، یعنی موهایی که ریخته شده، بیماری تاسی. که اگه کسی بخواد ببینه که خود عضو کدوم یکی از این گروه هست، کافی عدد 7 رو به شماره 105040 پیامک کنه. کارشناسای فروش ما باشون تماس میگیرن، ازشون میپرسن که شما به چه علتی میخواید این محلول رو مصرف بکنید و بهشون توضیح داده میشه که برای هر کدوم یکی از این موردها نحوه مصرفش فرق میکنه با هم دیگه. یعنی کسی که موهاش ریخته باشه بخواد بازگشت مو داشته باشه، به جای اینکه میتونه بره عملهای جراحی خیلی با هزینه‌های چند ده میلیون تومانی، میتونه با مبلغی 225000 تومان این محلول رو تهیه بکنه و رشد موهاشو بعد از کمتر از 7 روز رویشو ببینه و اگه این اتفاق نیفتاد میتونه مبلغش رو مرجوع بکنه. کمتر از 7 روز؟ کمتر از 7 روز اون نشونه هایی که داره مو در میاد رو میبینه. از همون روز اولی که شما این محلول مصرف میکنید ریزش مو که کامل قطع میشه. یعنی برای کسایی که ریزش مو داشته باشن از همون روز اول قطع میشه ریزش مو، ولی کسایی که احتیاج دارن که به اینکه تو اون قسمتایی که موهاشون خالی شده دوباره مو در بیاد که خیلی نشونه زیبایی و اعتماد به نفس میتونه تو آدم‌ها خیلی بیشتر بکنه، من به توصیه‌ام برای کسایی که برای همسرانشون، یعنی برای شوهرانشون این محصولات، چون معمولا آقایون خیلی کمتر توجه میکنن به این موارد، ولی خب یه روحیه خیلی خوبی، یه حس خیلی خوبی میتونه داشته باشه کسی که موهاش مجددا دوباره رویش داشته باشه و اینکه دوباره به جوونی خودش برگرده. تلفن 44 84 50 40 24 ساعت آماده پاسخگویی هستش و سایت 5040.ir به صورت اینترنتی کسی بخواد خرید بکنه که هزینه ارسالش هم به اون صورت رایگان هستش. خیلی خب، همه موارد رو تقریبا فرمودین، اما این مصرف این در حقیقت محلول شما به تحت نظر پزشک باشه یا نه به صورت یک دارویی که مصرف عموم میرسه و همه میتونن بدون داخل این پکیج یک CD آموزشی هستش که خود مخترع این فرمولاسیون راجبش صحبت میکنه. جالب اینه که روز اولی که من ایشونو دیدم، این مخترع رو دیدم، انسان بسیار دانشمند و خیلی باسوادی بود. خودش مشکل تاسی داشت، یعنی موهاش ریخته شده بود، حل شده مشکلش کرده بود. الان ماشاءالله موهای خیلی پرپشت و بلند. دیدین چه جوریه دیگه؟ ما معمولا وقتی مثلا مراجعه میکنیم برای پزشکایی که خودشون مو میکارن، معمولا خودشون مشکل تاسی مو دارن. حل شده مشکلشون؟ بله میگم اومده بود، من دیدم خیلی موهای خیلی بلند و پرپشت، شاید سیدیش توی اون بحث پکیجش هستش. و اصلا دلیل اینکه ایشون رفته بود روی این قسمت تحقیقات کرده بود همین بود که خواسته بود مشکل خودش حل کنه، که خوشبختانه من از اینجا بهشون تبریک میگم. امیدواریم که خیلی زود بتونیم این محصول برای محلولشون تبریک میگید که این محصول رو ارائه کردن، ابتکاری در حقیقت ابتکارشون، یعنی که نه برای موهاشون که رشد کرده و هر دو تاشون با هم. ببین کاملا موهاشون ریخته بود ایشون، یعنی حتی فیلم قدیمشون هم هستش توی سیدی که موهاشون ریخته بود. ایشون نزدیک 20 سال تحقیق کرده روی این قضیه که تازه تونسته این قضیه رو هنچه به تولید انبوه برسونیم. یه بار برای که دوست دارن این محصول زودتر به دستشون برسه ما آمادگی صادرات داریم مختلف بگیرن. اعلام می‌کنم شماره ها رو. تلفن 44 84 50 40 و شماره پیامک 105040 که عدد 7 رو اگه بزنن کارشناسای فروش ما باشون تماس میگیرن که ببینن که کدوم یکی از موردهای ریزش مو رو دارن که بهشون راهنمایی بکنن. آقای باغبانی، یه سوالی که پیش میاد اینه که مراجع حضوری هم میتونن داشته باشن؟ البته خب ترجیح همونی که مراجع اینترنتی باشه دیگه، شما چون به هر حال فروشگاه اینترنتی هستین. درسته. ولی مراجع حضوری هم کسی بخواد به دسترسی اینترنت مراجع حضوری آدرس فروشگاه مرکزمون داخل سایتمون هست، میتونن به صورت حضوری هم تشریف بیارن. تو نمایندگی اصفهان و شیرازمون هم حضوری میتونن تشریف بیارن، آدرس داخل سایت هست. ولی ما ترجیح و پیشنهادمون اینه که به صورت اینترنتی استفاده بکنن، خیلی راحت‌تر در به منزل خودشون محصول تحویل میگیرن و یا حداقل به صورت تلفنی خیلی به صورت راحت‌تر بشه. ما حتی فروش پیامکیمون هم که فقط ارسال عدد 7 به 105040 میتونن کلی اطلاعات. بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای باغبانیان. فرصت ما محدود هست، من باید خداحافظی کنم. پروژه قریبیه، اجازه بدید بگم به امید دیداری دوباره تا فردا که شما رو خواهم دید. زیبا تمام حرف دلم این است، من عشق را با نام تو آغاز کردم، در هر کجای عشق که هستی آغاز کن منو.